کاکا، امام علی یک عمر نون شب یک کوفه رو داد. بعد همون اهل کوفه کاری کردن که فرق سرشو از پشت بشکافن. بعد تو توقع داری مردم قدر من و امثال منو بدونن؟ ما که در برابر هیبت امام علی عدد حساب نمیشیم. بله، اگه آیه چوپان اینجوری رفرنس میزنه به آیات و روایات و چیزهای مختلف، منم تو همین ویدیو به زبان خودش باش صحبت میکنم، چون طبیعتاً یک سری طرفداران این آدم و کسانی که این ویدیو رو میبینن دین رو دوست دارن، روایات رو دوست دارن، چیزهای مختلف. پس اگه قرار باشه با زبان دین صحبت بکنیم که من جوابتون رو اینجوری میدم، باید دقیق، صادق و بر اساس سیره خود علی حرف بزنیم، نه با برداشت شخصی و احساسیمون. تو امروز مردم ایران رو که اومدن کف خیابونها و برای آزادیشون جون دادن به اهل کوفه تشبیه کردی آقای چوپان. اما پیش از این تشبیه سوال بنیادین دارم. آیا در سیره علی حتی یک روایت هم وجود داره که اون در برابر ظلم آشکار، قتل عام مردم یا کشتار بیگناه ها سکوت کرده باشه؟ پاسخ روشن نه. علی ایستاد در برابر ظلم، حتی اگر حاکم مسلمون باشه. تو همون نهج البلاغه که همین پزشکیان هم مدام میاد ازش رفرنس میزنه، گفته کونا للظالم الخصما والمظلوم الاونا، یعنی دشمن ستمگر باشید و یاور ستم دیده. بارها اومده خطاب به حضرت علی گفته که اگر مردم برای مطالبهشون اومدن سراغت، سربازاتو مرخص کن، مبادا اگر مردم این سربازا رو ببینن به لکنت بیفتن و بترسن. آقا روایت دیگه دارید رفرنس میزنه به علی و کوفه و این چیزا هست. میگه آقا سربازاتو مرخص کن. شما سربازاتون آوردین تو خیابون مردم رو بکشن، قتل عام بکنن، بیش از 30,000 نفر رو. توی روایت دیگه، توی یک نامه دیگه ای که حضرت علی به مالک می نویسه، میگه مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشون رو غنیمت بشماری. ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی اند و یا در آفرینش با تو برابرند. اون هیچ وقت نگفت اگر ستمگر شیعه بود سکوت کنید، اگر حکومت دینی بود مصلحت رو رعایت بکنید، اگر قدرت دست خودیا بود چشم ببندید. اگر گفتش که ظالم اگر ظلم کرد جلوش وایسید. علی حتی به ظلم کارگزاران خودشم چشم نبست، با اون ظلم ها جنگید. تو تاریخ اومده وقتی مالک اشتر یا دیگر فرماندارانش به مردم به سختی سخن میگفتن، بهشون سخت میگرفتن، علی بیدرنگ نامه تند مینوشت و عزم میکرد و تهدید میکرد. در نامه حضرت علی به مالک اومده مبادا بگویی من فرمان میدم باید اطاعت بشه. این کار دلها رو فاسد و دین رو نابود میکنه. من دارم جوابای مذهبی میدم و سوال ساده است. اگه علی امروز بود و میدید مردم بیدفاع تو خیابونها کشته میشن، آیا سکوت میکرد؟ اهل کوفه چه کسایی بودن؟ چرا این قیاس دروغو میکنی؟ اهل کوفه در برابر ظلم ایستادند؟ نه. برای جان مردم قیام کردن؟ نه. سکوت کردن، معامله کردن و خیانت کردن. اما مردم ایران به خیابونها اومدن، جون دادن، کشته شدن، زندان رفتن، برای قدرت نجنگیدن، برای آزادی فریاد زدن. قرار باشه تشبیه کنیم، این مردم بیشتر شبیه یاران تنها مانده حسین بودن، نه اهل کوفه‌ای که تو خونه نشسته بودن. علی درباره سکوت
در برابر خون توی روایت‌های مختلفش میگه که اگر ظلمی آگاه شد و سکوت کردی شما شریک اون ظلمی. سکوت در برابر کشتار از نظر علی فضیلت یا گناهه؟ آیه چوپان اگر علی رو معیار قرار میدی پس کنار مردم ایستادن راه علیه، توجیه قدرت راه معاویه است. سکوت در برابر خون خروج از عدالته و اگر کسی با نام علی مردمی رو که کشتن رو اهل کوفه مینامه باید اول نشون بده در کدوم روایت علی کنار قدرت ایستاد و مقابل مردم مظلوم سکوت کرد. چنین روایتی وجود نداره. میخوای مذهبی جوابتو بدم؟ من اینجوری جوابتو میدم. باید فکت مذهبی آورد، باید دلیل مذهبی آورد. میدونم شاید خیلیاتون گفتم دیگه اسلام رو قبول نداشته باشید، قرآن رو قبول نداشته باشید، اما اونایی که قبول دارن این ویدیو برای اونا بود که ببینن اصلا حضرت علی به مالک و توی روایت‌های مختلفش چی گفته. آیا اینا رو میان توی صدا و سیما ایران بگن، این رفرنس ها رو بگن، این صحبت‌های علی رو بگن؟ هرگز نمیگن. تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده.